پشت پرده به بالهای سیاسی اهمیت نمیده و شطرنج باز خوبی. پشت پرده به همه موضوعات میپردازه و با کسی تعارف نداره و تنها خط قرمز ما مردم. ما اجازه نمیدیم که رسانه‌ها از عدم سواد رسانی مردم سوء استفاده بکنند. پشت پرده. مخاطبین از رسانه پشت پرده سلام، من امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امروز قصد داریم که پشت پرده های نماینده مجلسی رو برای شما افشا بکنیم که چند روز پیش وقتی که از خطوط ویژه در تهران استفاده میکرد با ماشین نماینده مجلس، وقتی که مأمور راهبر جلوشو گرفت یک سیلی آبدار به گوش سرباز مأمور راهبر زد که خبرهای عجیب و غریبی نسبت به این اتفاق بیرون اومد. امروز میخوایم پشت پرده این نماینده مجلس و اتفاقات از این دست رو برای شما افشا بکنیم و بگیم که در حال حاضر هم این نماینده مجلس از لحظه‌ای که این اتفاق افتاد در پشت پرده خبرهای محرمانی به ما رسیده که با انواع و اقسام آدم‌ها لابی زده که این قضیه رو ماسمالی بکنه، از رئیس مجلس گرفته تا فرمانده نیروی انتظامی و پلیس راهبر و سایر افراد، و قطعاً هم بی نتیجه نخواهد بود این گونه لابی زدن ها، چون در ماها و سالهای گذشته ما از این دست اتفاقات دیدیم که نماینده‌های مجلس که کارشون تصویب و نظارت بر قانون هستش خودشون بیقانونی و بی‌عدالتی کردن و خودشون احترام به قانون نذاشتن و شاید یه عده ندونن که وظیفه یک نماینده مجلس تصویب و نظارت بر قانونه، یعنی که یک قانون درست حسابی رو باید تصویب بکنن که به درد جامعه و مردم و اقتصاد کشور بخوره و بعد از اون هم باید بهش نظارت داشته باشن که آیا این اتفاق و آیا این قانونی که اینها تصویب کردن درست داره انجام میشه توسط قوه مجریه و سایر نهادها یا نه. اما در طول سالهای گذشته ما دیدیم که نماینده‌های مجلس تا تونستن از جایگاه نمایندگی مجلسشون سوء استفاده کردن، از ارتباط با دختر و پرستو گرفته تا رانت و لابی و دل و دزدی. شما عمدن این کارا رو میکنید؟ نه خیر عمدن نمیکنم. آخه واسه خب من به شما گفتم ننویس اینا رو دیگه. واسه دوباره مینویسی آخه. خب داری عمدن این کارا رو میکنی. میخوای زندگی همه چیز من بگم؟ من نمیخوام زندگی تو به هم میخوام و نمیخوام. خب من یک بار به شما گفتم این سوالو ننویس. واسه چی دوباره داری مینویسی آخه؟ خب چرا به من زنگ نمیزنی؟ چرا به خب به من زنگ میزنه. من شما گفتم زنگ زدی. پرشنبه اینجا بودی. خب پرشنبه اینجا بودی. این هفته اصلا زنگ نزدی به من. زنگ زدی؟ خب من نمیتونستم زنگ بزنم. اینقدر طلبکارانه آخه معنا نداره که. خب چرا طلبکارانه مامان حرف من یک بار به شما گفتم این چیزا رو پیام نکن. واسه چی دوباره مینویسی؟ مگه دا پریروز به تو نگفتم چیزی ننویس؟ دوباره واسه چی امروز دوباره 10 تا نوشتی؟ اصلا حرف احساس سرت نمیشه؟ تو عمدن این کارا رو میکنی؟ نه عمدن این کارا نمیکنم. میبینم که به این توجه نمیکنه. هیچی؟ من از حرسم خب خودمو خالی کنم. یعنی چه از حرسم؟ آدم که کار غیر عقلایی بکنه از حرسم؟ من به شما گفتم اینا بده، اینا درست نیست، اینا همه چیز میریزه به هم. تو عمدن این کارا رو میکنی داری؟ عمدن این کارو نمیکنم. خب بهم نشون بده واقعا اگه واقعا مردی مثل یه حرف زدی، مثل یه مرد پاش واسه همه چیز خراب کردی. من چیکار کردم؟ خراب کردت نمیشه. من هیچ کاری. 100 بار به تو گفتم ننویس. ننویس. اونا رو دیگران میخونن. ننویس. باز دوباره پشت طرف. عزیز من عقل مگه نداری تو آخه؟ چرا ندارم؟ یک بار اشتباه آدم میگن. اصلا تقصیر من نیست. خودت خودت مینویسه. اجازه بده. خودت هم مقصری. طرفداران با من حرف نزن. میای میری یه دفعه زنگ نمیزنی به من. یه دفعه نزنم. تو حق نداری چرا بنویسی؟ مگه من روز اول بسون حق ندارم. آره حق ندارم. حق دارم که زنگ بزنی به من حال منو بپرسی. یه عده‌شون هم خب سوراخ خوب بلدن، یعنی میرن توی صحن علنی مجلس پشت میکروفون و آنچنان حرفای خوشگل میزنن وقتی گوش میدید به این همون کسی بوده که من بهش رأی دادم و چقدر خوب از حق من دفاع کرده. اما
آقای علی اصغر عنابستانی یا عنابستانی نماینده سبزوار هستن، متولد 1350 که سیلی رو به گوش این سرباز بنده خدای راهور زدن. بریم این ویدیو رو ببینیم که اصلا اتفاقات چی بوده. بیاین من راجع به پشت پرده های این نماینده مجلس هم برای شما بیشتر میگم. فیلم بگیر، اول فیلم بگیر از همه چیزه. کلی ترافیک رو انداخته. عابد اکبری هستم، سر دروازه دولت شیفتم. این ماشین اومده، رانندش پیاده شده بدون مجوز تردد خط ویژه. به من گفته لاشی. منم جوابشو دادم، بهش گفتم بچه خوشگل. خود نماینده مجلس پیاده شده، یه شک زده زیر گوش من که این هم شاهد داریم هم اون قسمت دروازه دولت و قبل پل هوایی دوربین هستش. ایشون نماینده مجلس کل شهر رو به هم ریختن، کل شهر، کل همه جا رو بسته که میگه من نماینده مجلسم. میگه من نماینده. آقا شما ایشون چک زد، من شاهدم. چک زد ایشون. مردم رو گرفته دیگه. نماینده مجلس 1000 نفر گرفته. نماینده مجلس کل شهر رو هم که نباید چیز شما رو بزنه. واسه چی باید مأمور شما رو بزنه؟ زد مأمور شما رو زد. همین آقا. همین آقا. آقا چی ضربه میزنه؟ نکن آقا، نکن. 30 تا ماشینم میاد. نکن. نکن مالا. آقا بگو بزنه برای. قابلیت دولت هم میبرید. بزنه بره بغل. آقا جمع کن کازا خودت تو برو بینم آقا. ترافیک رو انداخته نماینده مجلس. ترافیک رو انداخته تو رفته. بله این اتفاق تلخ رو دیدیم. البته از این دست اتفاقات کم صورت نگرفته توسط نماینده‌های مجلس. همین 1 ماه پیش بود که در بابل یک سرباز رو کتک زدن. اما یک خبری منتشر شد که در بابل یک فردی که احتمالاً قاضی بوده یک رفتار بسیار عجیب و غریب و زشتی رو با یک سرباز داشته. گویا وقتی وارد مجموعه قضایی میشه سرباز او رو به خاطر ماسک نمیشناسه و به خاطر این نشناختن یک مجازات و یک تنبیه بسیار غیر انسانی رو مرتکب میشه. هنوز این خبر تایید نشده. خوشبختانه امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی پور رئیس اداره سرمایه انسانی ستاد کل نیروی مسلح جدی وارد شده و گفته اگر برای ما محرز بشه که چنین تخلفی صورت گرفته کاملا قطعی برخورد میکنیم با این فرد. ما هم شک داریم این فرد قاضی باشه، چون مرد قانون نباید طبیعتا دست به همچین رفتار خلاف شأنی بزنه. ما هم کنار ستاد کل نیروی مسلح هستیم برای اینکه اطلاعات جدیدتر بگیریم. دوستان اگر لازمه با ما ارتباط داشته باشن و خبر رو به ما بدن و ما هم پیگیری میکنیم ببینیم که آیا واقعا کسی به خودش اجازه داده چون این رفتار زشتی رو مرتکب بشه یا خیر. دنبال کننده ماجرا هستیم. مرداد 96 که نماینده مجلس وقتی که میخواست سوار هواپیما بشه در پاویان فرودگاه ممانعت میکنن از اینکه بخواد سوار هواپیما بشه، چون مدرک شناساییشو نیاورده بود. میگفت من نماینده مجلسم، چطور منو نمیشناسید؟ نذاشتن وارد هواپیما بشه و بعد از اون هم شروع کرد به ضرب و شتم کردن اون سرباز بنده خدای فرودگاه. یا در نوع جنجالی ترش ما آقای درازی نماینده مجلس رو داشتیم زمانی که میخواست بره وارد گمرک بشه. مسئولان دم در گمرک که کسانی که ورودی گمرک هستن و آقای درازی میگفتن که بعد شما وایسید تو صف و به نوبت بعد افراد دارن داخل که شروع کرد به فحاشی کردن. اون آقای درازی که دیگه گل سرسبدشون بود. ببینید به من یکی باید اجازه بده دیگه. تو طرف کن من میرم پایین. نمیتونیم برادر من، نمیتونیم عزیزم. ما از شما دستور نمیگیریم که. تو میتونی از من دفعه. نه آقا من درست درست صحبت مرد کردی. ایشون نماینده مجلس ها، ایشون صحبت میکنه. ماشاءالله. ایشون نماینده مجلسه. حالا نمیدونم کی بهش رأی میده. اون سر اون مملکتی که تو نماینده مجلس. خاک بر سرش بشه.
برو بیرون. نه آقا شما دخالت نکن. عزیز من. آقا بیا. نباید من. برو بیرون. مملکت نیست تو دارید مسئول بیرون. بساخت. خب بعد از این آقای بله میخواستم این تصویر آقای دورازه‌ای و این اتفاقات آقای دورازه‌ای نماینده مجلس رو دیدید. میخواستم یک بک‌گراند به شما بدم و یک حافظه تاریخی رو برای شما باز بکنم که ما در طول سالهای گذشته از این دست اتفاقات داشتیم، اما انقدر این نماینده‌های مجلس خوب لابی زدن و خوب رانت کردن هیچ وقت کسی نتونسته جلوی این افراد رو بگیره. نماینده‌های مجلسی که خودشون قانون تصویب میکنن اما خودشون احترام به قانون نمیذارن و فاجعه اینجاست و فاجعه اینجا رقم میخوره که در خصوص آقای عنابستانی که نماینده مجلس و نماینده مردم سبزوار در مجلس هستن هم این نوع رفتار آنچنان دور از انتظار نبوده. اما یه پشت پرده از آقای عنابستانی به شما بگم که ایشون یه دونه توییت 4 سال پیش کرده بودن و این توییتشون هم جالب هستش. میگفتش که آنانی که مست قدرت شدن سیلی به گوش افراد میزنن، از جایگاه خودشون سوء استفاده میکنن و منظورشون این بودش که کسی که قدرت میگیره، کسی که جایگاه میگیره از جایگاهش سوء استفاده میکنه و رانتو لابی میکنه. اما درست 4 سال بعد وقتی که خودش نماینده مجلس شده بود از جایگاه نمایندگی مجلسش سوء استفاده میکنه، از خط ویژه میره و یه سیلی میزنه به گوش اون سرباز بنده خدا. از طرفی آقای عنابستانی کسی بوده که در وبسایت شخصی خودش رو وکیل معرفی میکنه، اما پروانه وکالت این شخص شاید براتون جالب باشه که به دلیل تخلفاتی که انجام داده بوده باطل شده بوده و در حال حاضر ایشون وکیل هم نیستن. از اون طرف ایشون یعنی آقای عنابستانی در سال 84 رئیس ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد بودن که بعد از اینکه آقای احمدی نژاد رأی میارن و میشن رئیس جمهور ایشون میشه فرماندار و در سال 88 زمانی که آقای احمدی نژاد باز دوباره کاندید میشن برای انتخابات ریاست جمهوری ایشون از فرمانداری استعفا میدن و مسئول ستاد مردمی آقای احمدی نژاد در خراسان رضوی میشن. اینم در نوع خودش جالب بوده. از اون طرف فرمانده نیروی انتظامی هم گفته بوده که همه در برابر قانون برابر هستند و رفتار برابری با همه این افراد صورت خواهد گرفت. در خصوص ماجرای استیلی زدن نماینده مجلس به این سرباز هم این گونه توضیح میده فرمانده نیروی انتظامی. سارا نماینده‌ای این سرباز به این نماینده عزیزی شده. بفهمید آیا شکایتی شده؟ بله، از همون دقایق اولیه که بنده مطلع شدم دستور دادم به بازرسی کل ماجرا و معاونت حقوقی این موضوع رو سریعا رسیدگی بکنم و اگر این صورتی که اعلام کردن رخ داده باشه ما حتما از مأمور وزیر شناسی حمایت خواهیم کرد. البته در حال بررسی هستیم و انشالله همه رعایت بکنن قانون رو. رعایت قانون برای کسی مستثنا نیست، همه در برابر قانون مساوی هستند و مأمورین خدوم ما هم که در حال خدمت هستند جا داره که با همکاری خوبشون مردم عزیز قدردان زحمات اونها ما می‌خوایم ببینیم برخورد جدی شما چه خواهد شد. ببینید ما در خب ببینید این در حال بررسی. ببینید ما اون مواردی هم که قبلا پیش اومد که اثبات شد بررسی کردیم و ثابت شد، حمایت محکمی رو از مأمورمون داشتیم و منجر شد که اون کسانی که کوتاهی کرده بودن یا مقررات رو رعایت نکرده بودن طبق قانون سردار فیلمی هست از این اتفاق، فیلمی هست که در دست پلیس باشه؟ چون نماینده مجلس مثل اینکه گفتن فیلمی ما ندیدیم و در حال بررسی. از اون طرف امیدواریم که یک رفتار برابری، یعنی اون جوری که با مردم عادی برخورد میکنن با نماینده مجلس هم برخورد بکنن، چون طبق قانون حتاکی و یا ضرب و شتم یک مأمور دولت 3 تا 6 ماه زندانی داره. چرا اینو میگیم؟ از اون چون که پلیس راهور و پلیس تهران هم ماجرای سیلی زدن نماینده مجلس به این سرباز رو تایید کرده و گفته که دوربین‌های مدار بسته تصاویر رو ضبط کردن که این ضرب و شتم رو نشون میده. از اون طرف آقای علیاصغر عنابستانی هم
که خیلی قشنگ و خوشگل بردن حرف بزنن گفتن که نه اصلا من کسی رو نزدم، نشستم تو ماشینم و ضرب شتمی نشده و از اون طرف مجلس باید نسبت به این قضیه واکنش نشون بده. و نکته جالب‌تر این هستش که گفتم دیگه این نماینده مجلس فقط بلدن حرفای خوشگل بزنن. همین آقای علام‌بستانی توی مجلس یک تیکه از سخنرانیشو برای شما پخش میکنم ببینید چقدر حرفای خوشگل میزنه، اما وقتی که میاد تو جامعه و با مردم روبرو میشه چک و لغت میزنه و اصطلاحاً رفتار دیگه‌ای از خودش نشون میده. ببینید علی اصغر عنابستانی، نماینده محترم سبزوار، در حالی 3 ماه از سال جهش تولید می‌گذرد که حال تولید نه در حوزه صنعت و در حوزه کشاورزی اصلا خوب نیست. شرایط نامتعادل و بی‌ثبات اقتصادی کشور امکان هر گونه برنامه‌ریزی را از صاحبان تولید گرفته است. میگویند اگر این دولت نبود وضع خیلی بدتر میشد. آخر انصاف هم خوب چیزی است. شما در کلیپ‌های تبلیغاتیتان در بدترین حالت‌ها مردم را از دلار 5000 تومانی ترساندید تا رأی جمع کنید و امروز دلار در مرز 20000 تومان است و تازه شما ادعا می‌کنید که آن را مدیریت کرده اید. خجالت بکشید. اگر مرهمی بر زخم‌های مردم نیستید لااقل نمک بر آنها نپاشید. قبول کنید که کشور را به حال خود رها کرده اید. بپذیرید که منشأ بسیاری از مشکلات شما هستید. وضعیت امروز کشور ناشی از 7 سال وادادگی شما در مقابل غرب است. امیدواریم شرایط امروز کشور و قطعنامه‌های تمدید تحریم‌های اروپایی و شورای حکام آژانس حداقل این حسن را داشته باشد که دولت مردان را از غرب ناامید کنند و به اعتماد به ظرفیت‌های لایزال داخلی و توان بی انتهای ملت ایران برگردند. دولت به ریل خدمت به مردم برگردد. 1 سال دیگر باقی است و ما در مجلس حاضریم برای خدمت به مردم با تمام وجود به دولت کمک کنیم و البته در صورت ادامه بیعملی و بی‌توجهی دولت به مشکلات جاری زندگی مردم قطعاً اقدامات مقتضی و مستحکمی را در جهت الزام دولت مردان به حرکت در مسیر نوکری مردم صورت خواهیم داد و فرصت‌های کشور را به تعارف با دولت خسته نشسته فشل از دست نخواهیم داد. به هر جا می رویم ناله مردم با آسمان بلند است. اصلا نمیدانم از کجا باید بگویم. به روستا می رویم کشاورز و دامدار از تأمین نشدن نهادهای دامی، کود، سم، باکسن، کنترل نشدن بازار، گرفتار شدن در شبکه دلالی و حتی نداشتن آب خوردن می نالند. به شهر می رویم کارگر و کارمند خرید خدمتی، شرکتی، حق التدریس، آموزشیار نهضت، سرباز معلم، بازنشسته، ایثارگر همه از تبعیض در پرداخت‌ها، عدم اجرای قوانین و عدم امنیت شغلی ناراضی‌اند. به صنایع سر می‌زنیم. واحدهای صنعتی از واردات بی‌رویه کالاهای خارجی مشابه یا عدم اجازه واردات مواد اولیه و یا تأمین نشدن سرمایه در گردش ناراضی‌اند. عامه مردم هم حیران ماندند. قدرت خریدشان آنقدر کاهش یافته که جرأت خرید ندارند. قیمت‌ها پرنوسان و با شیب تند در حال صعود، مسکن لجام گسیخته، غیر قابل دسترس و بازار بی ثبات و سرگردان. خطاب من به شماست همکار محترم، نمایندگان عزیز ملت. مجلس باید درست شود تا اینها حل شود. مردم به ما دل بستند و امید دارند. اصلاح را از خودمان شروع کنیم. با تجربه 10 دوره قانونگذاری وقت آن رسیده است که در مجلس تحولی بنیادین صورت گیرد. فرایندهای حاکم بر انتخابات مختلف درون مجلس باید به شکلی اصلاح شود که زدوبندها و لابیهای آشکار و پنهان داخل و خارج تأثیری بر آن نداشته باشد. ما قول دادیم نظام ریاستی مجلس تغییر کند و باید به فوریت به عهدمان عمل کنیم. ساختار قانونگذاری از جلسات متعدد، کشدار و کم بازده سن باید به جلسات کارشناسی و تخصصگرایانه کمیسیون‌ها منتقل شود. مجلس باید بتواند اولویت‌های اصلی کشور را به درستی احصا کند و وقت خود را صرفاً به آنها اختصاص دهد. بله این نطق آقای علی اصغر عنابستانی هم دیدی تو هر کم میدید میگفت فها چه آدم دلسوز و خودم. بیشتر نماینده مجلس توی مجلس همینطوری ان. حرفای خوشگل میزنن بعد تهش در میاد که راند کردن، لابی کردن، 1000 تا اتفاقات رو در پشت پرده انجام دادن و نمونهش هم همین
نمونه آخر بود که جنجال‌های زیادی رخ کرد. از اون طرف آقای قالیباف رئیس مجلس هم گفته که برخورد قاطعی نسبت به این اتفاق می‌کنیم. ما که باور نمی‌کنیم، چرا که نمونه‌های گذشتهش هیچ اتفاقی نیفتاد و نماینده مجلس راست راه رفتن. حالا شانس بیاره این سربازه اضافه خدمت نخوره نندازنش یه جایی و بگن که آقا جمع کن برو، یا مثلا سرتای قضیه رو با یه دونه تابلو فرش و یه کادو هم بیارن بگن تموم شده رفت و رضایت دادن. این موضوع اجتماعیه. چرا؟ چون نماینده مجلسی که کارش تصویب و نظارت قانون، وظیفه‌ش همین هستش که خودش تبعیت بکنه از قانون، نه اینکه بخوام با یه گل و شیرینی سرتای قضیه رو هم بیارن. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، حتما برامون کامنت بذارید و نظر خودتون رو در خصوص این اتفاق با ما در میون بذارید. مرسی که با ما تا این لحظه همراه بودید.